در مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 35 دهه لالگی تابع جماعت دهات نوآباد شهر حصار با اشتراک هیئت نمایندگان کمیته مرکزی حزب کمونیستی خیتای، نمایندگان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و راهبران تشکیلات مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار ملاقات برگزار گردید. ضمن ملاقات نمایندگان هر دو جانب قید نمودند که مناسبت‌های تاجیکستان و جمهوری خلقی خیتای به عنعنه‌های نیک دوستی و احترام متقابل اساس یافتند. میان این دو کشور مکالمه پرمحصول سیاسی، همکاری ثمره‌بخش در ساحه‌های تجارتی و اقتصادی، انرژتیکی، علمی، تکنیکی، فرهنگی و دیگر ساحه‌ها، اینچنین همگرایی سازنده در حل مشکلات مبرم منطقوی به راه مانده شده است. همچنین ذکر گردید که مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و خیتای چه در چارچوبه دو جانبه و چه در شکل بسیار جانبه به میلان رشد یافته است. بعداً با دستور دفتر مطبوعات شورای دولتی جمهوری مردمی چین، سفارت جمهوری مردمی چین در جمهوری تاجیکستان از جانب فوند جانداو پکین و آژانس اخبارات چینی با مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 35 10 کامپیوتر و زیاده از 800 لوازمات‌های مکتبی تقدیم کرده شد. در آخرین ملاقات خوانندگان مؤسسه تعلیمی با دو زبان تاجیکی و خیتایی شعرها قرائت کرده نمایش‌های جالب را پیشکش مهمانان نمودند. بعداً هیئت مهمانان از ممنوعگاه دولتی یادگاری‌های تاریخی فرهنگی قلعه حصار دیدن نمودند. ممنوعگاه دولتی یادگاری‌های تاریخی فرهنگی قلعه حصار که یکی از موضع‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود و تاریخ بیش از 3000 سال دارد، مهمانان ضمن تماشای آن به خود تأثیرات خوب گرفتند. گزارش خورشید حلیموف صاحب نور عبدالرسولوف از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید.